مدل چیدن خیلی مهمه. اولین موردی که میتونه کارتون رو بهتر کنه همینه که درست مدل بچینید. این احتمال رو دادم که کسایی که تا حالا توی محیط‌های مرتبط نبودن ندونن چطوری مدل خوب بچینن. پس اول میریم سراغ همین. و این ویدیو هم برای مدل چیدن برای هم احجام ساده است، هم اشیا بیجان که بعداً بهش می‌خوایم برسیم. یعنی برای جفتش کاربرد داره. یه نقاش خیلی معروف هست که میگه یه طراح خوب از هر مدلی میتونه طراحی کنه. مدل فقط بهانه است. میشه از هر مدلی کار خوب در آورد. این درسته، ولی برای یه طراح خیلی ماهر که میدونه دقیقاً چطوری این کارو بکنه، برای کسی که تجربه پایینی داره خیلی مهمه که از مدل خوب استفاده بکنه. دیدتون و زیبایی شناسیتون رو تقویت میکنه. اولین چیز موضوع نوره. بهتره از یک منبع نور برای نورپردازی مدلتون استفاده کنید. لازم نیست وسیله نورپردازی بخرید، یعنی وسایل خاصی داشته باشید. فقط باید نور از یه سمت به مدل بتابه. این مهمه. یعنی از یک منبع نور استفاده بشه. مثلا اگه توی نور روز طراحی میکنید، مدل رو یه جوری بذارید که نور از پنجره به سمت راست یا چپ مدلتون بیفته. همه چراغا هم خاموش کنید که تنها منبع نور بشه اون نوری که از پنجره میاد. اگه شب طراحی میکنید، فقط یه لامپ روشن بذارید، مدل رو جایی بذارید که نور با زاویه 45 درجه ترجیحاً بهش بخوره. میتونید از ابزار حرفه‌ای نورپردازی هم استفاده کنید. مثلا اگه عکاسی کار میکنید یا یه عکاس دارید توی خونه که در نتیجهش یکی از اینا تو خونتون هست، استفاده کنید، چرا که نه؟ ولی نرید بخرید. یعنی چیز واجبی نیست اصلا که بخواید برید وسایل نورپردازی بخرید. حالا من نمیگم که داشتن دو منبع نور کیفیت مدل رو میاره پایین یا کار غیر حرفه‌ایه، اصلا اینطور نیست، ولی بیخودی پیچیده‌اش میکنه. یعنی برای سطح آزمون، برای کاری که ما میخوایم، بلد بودن نورپردازی با یه منبع نور کاملا واسهتون کافیه. بعدی هماهنگیه. چیزایی که استفاده میکنید از نظر سایزی باید با هم یه تناسبی داشته باشن، نه اینکه یکی از بقیه خیلی بزرگتر باشه یا خیلی کوچیکتر. بهتر اجزای مدل نهایتاً 1/3 بزرگتر یا کوچیکتر از همدیگه باشن. این راجع به هر نوع اختلاف سایزی هم هست، یعنی هم پهنی و نازکی، کوتاهی بلندی، همه چی. مثلا توی این مدل اون دوتا چیز اون پایینی که اصلا معلومم نیست چیان، یکیش پیاز فکر کنم، اونی که آلو، زیادی کوچیکن نسبت به بقیه چیزا. اختلاف سایزی خیلی شدیدی دارن. از اون ور اون بشقاب اون پشت خیلی بزرگه، کل تصویر رو گرفته. مثلا من نمیام هیچ وقت همچین مدلی رو طراحی کنم چون از نظر هماهنگی سایزی اجزا مناسب نیست. البته یه کمی ور اون ور عیبی نداره. گاهی اصلا مدلایی که خیلی اختلاف سایزی شدیدی دارن ممکنه از زاویه‌های خاصی کنار هم خوب باشن، ولی ما استثنا رو ملاک قرار نمیدیم. وقتی مدل میچینید سعی کنید اجزای مدل کمی روی همدیگر رو بپوشونن، یعنی یکیش یکم عقب‌تر از اون یکی باشه یا یه قسمتی از یکی از اجزا جلوی بقیه رو بگیره. مثلا توی این عکس این سیبا توی یه خط نیستن، یه کمی هم پوشانی دارن، یکیش عقب‌تره یکیش جلوتره. اینجوری مدل یکم متراکم‌تر میشه، زیباتر میشه، یکم هم بهش عمق میده، کلاً جذاب‌ترش میکنه. بعدی زاویه دید مناسبه. زاویه دیدتون نسبت به مدل بهتر جوری باشه که همه پتانسیل مدل رو نشون بده. مثلا اگه یه استوانه داریم، نیایید از این زاویه طراحیش کنید یا اینجا حتی معلوم نیست که این استوانه است. مثل اینه که یه خونه بکشی از اینا که بچه‌ها میکشن، بعد نه در بکشی واسش، نه پنجره، نه چی. بعد یکی پرسید بگی این پشت خونه است، در پنجره‌ش اونوره. ارتباطش رو میبینید دیگه. پس به جای این جوری بچینید و خودتونم جایی بشینید، یعنی زاویه‌تون نسبت به مدل جایی باشه که استوانه رو از همچین حالت‌های طراحی بکنید که همه قسمت‌های استوانه مشخصه، پرسپکتیو دخیله، جذابیت بیشتری هم داره. از همه پتانسیل مدل اینجا استفاده شده. حالا این نمونه‌ها رو ببینید. این یه نمونه بده. زاویه دید خیلی بده. همه چی انگار فلت، حجم هیچی مشخص نیست. اون تخته اون پشت هم همجوری صاف وایساده اونجا، نه پهناش معلومه، نه نور روش تاثیر گذاشته، همجوری فلت گذاشتنش اونجا. دسته لیوان زاویه‌اش یه جوریه که خیلی قرار نازک بشه توی طراحی، کلا گم میشه اونجا، حجمشو نمیشه نشون داد. تنها راهی که بشه یه جوری حجمو نشون داد توی این مدل با قسمت پایینی ظروفه که اونا رو هم پارچه پوشونده. حالا این یکی رو ببینید. اینجا زاویه دید به طراح اجازه میده که کاملا حجمو از هر روشی که میخواد نشون بده. فرم اجزا کاملا مشخصه. یه جوریه که میشه حتی کاملا تصور کرد پشتش چه شکلیه. فرم دسته، فرم میوه ها، بیرون زدگی های روی ظرف، همه چی. نورم یه جوریه که فرم همه چی عالی نشون داده میشه. حالا همین مدل رو اگه از زاویه بدی بهش نگاه کنید اصلا نمیشه تشخیص داد چی به چیه، ولی با زاویه دید خوب میبینید که جذابیت چقدر میره بالا توی مدل.
بعدی اینه که زیادی شلوغ نشه. تعداد چیزایی که استفاده میکنید برای چیدن مدل نباید از یه تعدادی بیشتر بشه. عدد دقیقی نمیخوام بگم، ولی خیلی تصویر شلوغ بشه زیبایی نداره، سردرگم هم میشید موقع کار. مثلا این زیادی شلوغه، جذابیتشو، اون شلوغ بودنش ازش گرفته جذابیتشو. یا این یکی اصلا چه اتفاقی داره میفته توی این یکی؟ زیادی شلوغ شدن 90% مواقع مدل رو خراب میکنه، پس حواستون بهش باشه. توی طراحی یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنید تشخیص تیرگی‌های مختلف و درست انتقال دادنشون به کاغذه. وقتی کار خیلی رنگارنگه یا پترنای زیادی داره، طرحهای زیادی روی همه چی هست، این کار رو براتون سخت میکنه. بهترین حالت داشتن رنگ‌های خنثی مثل سفید، رنگ‌های خنثی روشن، سفید، کرم، خاکستری، اینجور رنگا. سعی کنید مدل توی این طیف رنگی باشه. ولی اگه نشد، همین که روشون طرحهای شلوغ نداشته باشن هم خوبه. مثلا توی این مدل این یه نمونه بده. تقریبا همه چی روش طرح داره، یه پترنی داره، پارچه داره، قوری طرحی داره، گلدون هم حتی یه طرح ریزی داره، فنجون هم داره، همه چی. رنگا هم یه جوریان که اجزای مدل توی هم گم میشن، مثل این. یعنی شما اینو اگه سیاه‌سفید کنی، اگه سیاه‌سفید هم نکنی، الان این قسمت گلا، گلدون و پارچه، اینا رو به سختی میشه از هم تشخیص داد. حالا توی این نمونه چیزی طرح خاصی روش نداره، همه چی فقط بافت‌های طبیعیه. رنگا مانع دیدن و تشخیص دادن تیرگی روشن یا نمیشن، نور درست و خوب منعکس شده و کلا نمونه خوبی از نظر رنگ و بافت. اینم یادتون بمونه، یه بار که مدل چیدید میتونید چند بار ازش استفاده کنید. یعنی اگه الان اینجا نشسته بودید، حالا بیاید یکم اونورتر بشینید، بعد دوباره یکم اونورتر. هی میتونید اینو تکرار کنید. یعنی برای یه روز تمرین نیازی نیست به نظرم بیشتر از 1 یا 2 بار مدل بچینید. خب همینا کافیه. پس مدلتون رو بچینید و شروع کنید طراحی کردن.